مردم غیر مسلمان قرآن بد نمیگن، که قرآن جنجال ندارن. کافرها قرآن سنت صحیحه را برش قبول میکنن. چطور در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و مردم روز به روز مسلمان میشد؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. امروز به خاطر چی کافر میشن؟ به خاطر ازی کافر میشه که مثلا یک نفر برای ما زنگ میزنه، یک نفر برای ما میگه که سای فلانی نفر لندن رفته و نصرانی شده. چرا نصرانی میشه؟ بچه مولوی صاحب هم است. چرا بچه مولوی نصرانی میشه؟ میگه به خاطر ازی میگه که من این دین پدرم قبول ندارم، دینی که خیرات خوری است، دینی که اسقاط خوری است، دینی که تمام روز در ختمه 5 سپاره بگو میخوانم تو 1 سپاره میخوانی 4 سپاره دیگه ش دروغ تیر میکنی، دینی که سر غریب و بیچاره مسکین چال جور میکنی به نام فال و به نام تعویض از جیب از او پیسه را میگیری، دینی که مثلا مردم در چشم مردم مدرایی که کافر دوستی میکنی و باز بر مردم میگه که این دین اسلام است. از این دین مردم متنفر میشن، از این دینی که ما فرهنگ خود در او داخل کردیم و به نام اسلام او را تبلیغ میکنیم. و متاسفانه اکثریت از ساکت عن الحق شیطان اخرس، اکثریت کسا این گپ نمیزنن. چرا؟ به خاطر ازی که فلانی آجی صاحب خفه میشن، فلانی رهبر صاحب خفه میشن، فلانی شخص خفه میشن. برادر عزیز، از ساکت عن الحق حدیث نیست، یک مقوله هست. کسی از کسا گفته حدیث رسول الله صلی الله علیه و نیست، کسی نسبت به رسول الله میده غلط است، حدیث نیست. لکن از ساکت عن الحق یک قول است، معنای بسیار خوبی داره که کسی از حق ساکت است، این شیطان گنگ است و اکثریت مردم اینمی قسم شدن.